بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالیم که بار دیگر فرصت دست داشت تا با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه محضر شما عزیزان و بزرگواران باشیم. در آغاز خدمت یکایک شما بزرگواران عرض سلام و ادب فراوان دارم و امیدوارم که در هر کجایی که هستید و در این لحظات برنامه خودتان را دارید مشاهده می‌کنید، از صحت و سلامتی و شادکامی و موفقیت همیشگی بهره‌مند و برخوردار بوده باشید. در آغاز اجازه بدهید که به مهمان برنامه هم خیر مقدمی بگیم. جناب استاد عبدالرحمن فاتح از طرف خودم و بیننده های عزیز و گرامی خدمت شما بزرگوار عرض سلام و ادب دارم. علیکم السلام و علیهم السلام. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه. اما بعد، من هم به خدمت شما و خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. امید است که تا اخیر برنامه بینندگان عزیز با ما باشند و الله سبحانه و تعالی در هر جایی که هستند و هستیم ما را در پناه خود داشته باشد. تشکر جناب استاد گرامی. خب الحمدلله و هزار سپاس ذات یکتا و بی همتایی را که اندیشه های من را از شرک و خرافات و شبهات پاک نمود و زدود. دوستان گرامی، همان گونه که مطلع و مستحضر هستید، ما طی چند برنامه گذشته بحثمان پیرامون زن و جایگاه زن در اسلام را آغاز نمودیم. در 3 برنامه گذشته ابتدا پیرامون حقوق زن در دین مبین اسلام صحبت شد و در برنامه بعدی مقایسه و مقارنه داشتیم پیرامون حقوق و جایگاه زن در جامعه اسلامی و در جامعه غربی و در برنامه گذشته صحبت هایی داشتیم در ارتباط به زن و جایگاه آن در آیین مسیحیت و ان شاء الله طی چند برنامه آینده بحثمان را پیرامون شبهاتی که امروز از طرف غرب و غربگرایان از طریق رسانه‌های مختلف و در مناسبت‌های مختلف مطرح می شود بحث را آغاز خواهیم کرد و کاملا مطلع هستید که امروز استعمار به شکل دیگری، البته استخراب به شکل و به گونه دیگری می‌خواهد ابتدا عقل و فکر و خرد جامعه اسلامی به خصوص زنان و جوانان را تسخیر کند و این پیش زمینه باشد برای تسخیر جهان اسلام از سوی کشورهای استخرابی نه استعماری. کلمه استعمار البته
اصطلاحی است که از عمران و آبادانی گرفته شده است و وقت اشغالگران می آیند هدف جز تخریب مکان و تخریب عقل و خرد و تخریب آبادانی ندارند. در این اواخر و البته در طول سالهای متمادی و بلکه صدها و قرن هاست که استعمارگران و اشغالگران از طریق خاورشناسان که جز بازوی استعمارگران چیزی دیگری نیستند و البته هستند خوشباوران و فریب خوردگانی که از خاورشناسان و از مستشرقین به نام پژوهشگران و محققان علمی یاد می کنند، اما نه خیر. اینها در طول تاریخ اگر ما مطالعات از تاریخ داشته باشیم، قرائت از تاریخ داشته باشیم، به خوبی پی خواهیم برد که اینها بازوی استعمار هستند و استعمار به خاطر نفوذ در قلمرو جهان اسلام از اینها به حیث ابزار و آلات برای تحکیم نفوذ و قدرت خیش استفاده نموده است. خب عزیزان گرامی، در این برنامه به دو شبهه‌ای که از طریق رسانه‌های مختلف امروز به خاطر فریب جوانان و فریب زنان و بالاخره کشیدن جوانان به فکر غربی مطرح می شود، فریب بحث میراث زن و همچنین بحث تعدد و چند همسری است. اما قبل از اینکه وارد بحث شویم، من از جناب استاد عبدالرحمن فاتح این سوال و این پرسش خدمتشان مطرح میکنم که آیا زن و مرد در دین اسلام از عین جایگاه، از عین ارزش و از عین حقوق برخوردار هستند یا اینکه تفاوتی هست میانشون؟ تشکر میکنم از مقدمه بسیار زیبای شما. الله متعال به شما جزای خیر بده. آمین. اما در مورد سوال شما جناب استاد، حقیقتا میخواهیم که این را به چند دسته تقسیم بکنیم. در مورد ارزش زن و حقوق زن، چون کلمات شما استفاده کردین که نیاز داره در مورد هر کدام جداگانه صحبت بشه. بفرمایید. در مورد ارزش زن در اسلام برمیگرده به جایگاه زن و ارزش زن به این که احیانا در بعضی از مسائل این زن میتونه که از مرد بالاتر باشه و احیانا میتونه مرد از زن بالاتر باشه. در مسائل عبادی، آنچه که ارتباط به عبادت میگیره، مرد و زن با هم هیچ تفاوتی ندارن. از نظر اجر و پاداش مرد و زن با هم هیچ تفاوتی ندارن. مثل که یک زن 2 رکعت نماز میخوانه، همون پاداش برای او داده میشه. یک روز روزه میگیره، برایش همان پاداش داده میشه. برای مرد هم همان گونه است. یعنی تفاوتی در عبادت پروردگار متعال سبحانه و تعالی و در عمل کرد و در اجر و پاداش با هم دیگر ندارن. خداوند سبحانه و تعالی بر اساس عمل کرده هر زن و مرد به اونها الله متعال پاداش میده و مزد میده و هر کدام پروردگار سبحانه و تعالی ارزش و جایگاه میده. به این آیه قرآنی توجه بکنین. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه حجرات آیت 13 میگه که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما در نزد الله کیست؟ با تقوا ترین شماست. فرق نمیکنه که این با تقوا زن باشه و فرق نمیکنه که مرد باشه. و اینجا خطاب هم عام است برای ایها الناس. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. و ما در قرآن کریم داریم مثال‌های از این قبیل فراوان هست. زن فرعون خودش مسلمان، الله متعال به او چی جایگاه بلندی داده، ولی شوهرش یک کافر، یک متمرد، یک کسی که میگه انا ربکم الاعلی. ولی پروردگار متعال شوهرش را عذاب کرد، به او وعده بهشت داد. در قرآن ثابته به آسیه. برعکس آن نوح علیه السلام پیامبره، ابراهیم علیه السلام پیامبره، ولی در لوط علیه السلام لوط علیه السلام و نوح علیه السلام هر دو پیامبرند، اما زنان آنها الله متعال وعید داده، اونها وعید دوزخ داده.
و اونها را الله متعال با سخت‌ترین کلمات مورد خطاب قرار داده در سوره مبارکه تحریم. هر کدام از اینها یعنی میتونه زن بالا باشه و میتونه مرد بالا باشه. اون نظر به عملکرد خودش داره. خودش داره. اما اگر اعمال اینها با هم مساوی شد، با هم مساویان. بله. در پیشگاه خداوند متعال سبحانه و تعالی جنسیت مهم نیه که این زن باشه یا مرد باشه. هر کدام که عملکرد بهتری داشته باشند در پیشگاه خداوند متعال سبحانه و تعالی جایگاه و مرتبه بیشتری دارند. و میشه که برای وضاحت این موضوع به بعضی آیات دیگه اشاره بکنیم. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه آل عمران آیه 195 میگه که فاستجاب لهم ربهم. این آیه در واقع ادامه آیاتی است که دعاهایی که مؤمنین میکنن. الله متعال میگه فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. الله سبحانه و تعالی میگه که الله متعال ضایع نمیکنه، از بین نمیبره عمل هیچ عمل کننده از شما را، من ذکر او انثى، مرد باشه یا زن باشه فرق نمیکنه، مساویان با هم دیگر مساویان. و همچنین در سوره مبارکه نساء آیه 124 الله متعال میگه و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. الله متعال میگه کسایی که عمل صالح انجام میدن، چی مرد باشن و چی زن باشن، در حالی که مؤمن باشن، ایمان داشته باشن، فاولئک يدخلون الجنه، اینها وارد بهشت میشن، وارد بهشت الله میشن، ولا یظلمون نقیرا. الله متعال به اندازه نقیر هم به اونها ظلم نمیکنه و ظلم کرده نمیشن اینها به اندازه یک نقیر هم، یعنی کوچکترین چیزی اینها به اونها ظلم نمیشه. و همچنین الله متعال در سوره مبارکه نحل آیه 97 میگه من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. الله میگه کسی که از شما عمل صالح انجام بده، چی مرد باشه و چی زن باشه، ما به او حیات نیکویی به او عطا میکنیم، حیات نیکویی هم در دنیا و هم در آخرت. ولنجزینهم اجرهم. الله سبحانه و تعالی میگه به اونها اجرشان را ما میدین، کامل اجرشان را به ایشان میدین، به احسن ما کانوا یعملون، با آنچه که خودشان انجام دادن، به بهترین عملی که خودشان انجام دادن، به بهترین وجه به اونها پاداش داده میشه. در این آیات شما توجه بکنین جناب استاد، هیچ تفاوتی میان زن و مرد گفته نشده، بلکه من ذکر او انثى، چی مرد باشه چی زن باشه فرق نمیکنه. آیت دیگر صریح‌تر الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه احزاب آیه 35 میگه ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات الی آخر. بعد الله سبحانه و تعالی در اخیر میگه اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. مؤمن، زن مؤمن، مرد مؤمن، زن مؤمن، زن مسلمان، مرد مسلمان، یعنی کلا اینها را الله متعال در کنار هم قرار میده. بعد در اخیر میگه الله متعال به اینها مغفرت و آمرزش و اجر بزرگ الله به اینها آماده دیده و به اینها میده. آیه 35 سوره مبارکه احزاب. حتی جناب استاد اگر اجازه بدین برخی ها این سوال هم مطرح میکنن وقتی این آیه قرائت میشه ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، میگن چرا المؤمنین، الصادقین، الصابرین، القانتین ابتدا ذکر میشه، بعدش صابرات و مسلمات و قانتات و صائمات و از این الفاظ قرآنی میه؟ چرا اصلا مرد قبل از زن در ای آیه ذکر شد؟ جناب استاد میشه یعنی دو علت به ای بیان کرد. علت اول این که این خطاب پروردگار سبحانه و تعالی اول برای مردها بعد برای زنها بنابر اغلبیت. ثانیاً به خاطر اینه که مورد خطاب اول دست اول خطاب مردایند. وقتی آیات قرآن نازل میشه مردایند که در اونجا حقیقتا نشسته هستند و مردایند که اولا مورد خطاب قرار میگیرن. متوجه شدین؟ خب این خودش هم یک نوع تبعیض میدونه. نه، تبعیض نمیتونه باشه جناب استاد. تبعیض در اینه که تفاوت میان اینها قائل میشد. حالا که اول این بیای یا اول اون بیای این خیلی مهم نیست. در بعضی از موارد هم هست که الله سبحانه و تعالی مثلا زن مقدم میکنه. در سوره مبارکه نور میگه الزانیة والزانی. خب این یعنی علتهای مختلفی داره، چرا در اونجا اون مقدم شد، چرا در اینجا این مقدم شدی، بحث ما نیست. ولی اگر بحث تبعیض باشه، الله سبحانه و تعالی اگر تبعیض مطرح بکنه باید در میان اینها باز یک تفاوتی در اجر بیان بکنه، ولی در اجر و پاداش هر دو تا یکی میدانه، مساوی میدانه.
حالا این جلو بیان شده یا این جلو بیان یعنی شده، گویایی که ما میخوایم در نهایت ببینیم که خاتمه چه است، اصلا نهایت نتیجه چه است. بله. بعد الله سبحانه و تعالی این خود در مورد اجر و پاداشه. بله. حتی در مورد اطاعت و پیروی، در مورد انقیاد و فرمان برداری در مقابل دستور خدا و پیامبر، الله سبحانه و تعالی در آیت بعد، یعنی سوره احزاب آیت 36 میگه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، برای هیچ مرد مسلمانی و زن مؤمنی درست نیست اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اینجا بحث اینجاست که الله سبحانه و تعالی اونها رو برحذر میداره، میگه هیچ زن مؤمنه، مرد مؤمنه و زن مؤمنه اجازه نداره که وقتی الله چیزی را دستور بده، پیامبر چیزی را دستور بده، باز او بگه نه والله من چیز دیگر انتخاب میکنم یا اختیاری برای او باقی بمانه. باید فرمانبردار و مطیع دستور الله سبحانه و تعالی و پیامبرش باشه. این در باب ارزش زن، در باب عبادی در پیشگاه خداوند متعال هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست. همان جایگاهی که مرد داره همان جایگاه را زن هم داره، به شرط این که همان عملی را که مرد انجام میده زن هم همان عمل را انجام بده. پس جناب دکتر، جناب استاد عبدالرحمن، البته جناب استاد یک اشاره در بعضی از موارد هست در اعمال، در عبادات که باز برای زنها مورد خطاب قرار نگرفتن و الله سبحانه و تعالی همان پاداش را به اونها میده یا عوضی در برابر او آمده که این باز بحث جدایی خب این مقدمه بود استاد. واضح هست که در آیات ذکر میشه ذکر و انثی، هر جایی که مرد مورد خطاب قرار میگیره در کنارش زن هم مورد خطاب قرار گرفته است. اما بحث ما شبهه میراث است. چرا با وجود این آیات که به عنوان مثال و نمونه شما ذکر کردین که مرد و زن از جایگاه یکسان برخوردار هستن، میبینیم در آیه دیگه میگه الله تعالی میگه که وللذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد دو برابر زن حق داره در مسئله میراث. چی توجیهی داره؟ چرا اینجا مرد دو برابر زن؟ این خودش یک نوع تبعیض و یک نوع تفاوت نیست که مرد دو برابر زن حق داشته باشه؟ جناب استاد، من میخوام که این شبهه رو از چند جهت جواب بدم. اولا این ربطی داره به بحث گذشته ما، اون در باب ای بود که در پیشگاه خدا زن و مرد با هم متفاوت نیستن در باب عمل. خب ما در باب میراث، اما در باب میراث که در باب حقوقی هست، ارتباط میگیره به حقوق مالی، یک تفاوت‌های میان زن و مرد وجود داره. تفاوت‌هایی در میان زن و مرد وجود داره. یادتان باشه جناب استاد، ما در برنامه اول که در مورد زن صحبت کردیم، در مورد حقوق زن گفتین حق مادر چند برابر حق پدر است؟ 3 برابر. 3 برابر. بله. و این الله سبحانه و تعالی برای این مادر با این حق بالا داده. اما در باب میراث، اولا اجازه بدین که من میخوام در مورد میراث که این زن که اینقدر حالا به هر حال در دین اسلام بله در دین اسلام مورد تهاجم قرار گرفته. بله. هر روز شبهه پراکنی میشه که دین اسلام برای زن مانند ادیان دیگر، مانند امروز اندیشه های دیگر حق قائل نشده است. حق زن در اسلام تلف شده است و شاهدش هم ایست که قرآن میگه وللذکر مثل حظ الانثیین. بله درسته. اجازه بدین که اول جناب استاد من به صورت مختصر، به صورت اجمالی سوال شما رو پاسخ بدم، بعد ان شاءالله به صورت تفصیل به هر کدام از اینها میپردازم. وجه اول رد ما بر این شبهه‌ای که واقعا وارد میشه و هیچ جایگاهی نداره، یعنی این شبهه بسیار ضعیفه، این است که ما یک سر میزنیم به کسایی که این حرف را میزنن دین خودشان چیست، دین خودشان چیست و از دین خودشان برایشان دلیل بیاوریم تا اینکه اینها بدانند که در دین خودشان چیست، متوجه باشند که دیگه تا وقت خانه خودشان از سنگ است، از شیشه هست، به خانه مردم سنگ اندازی نکنند. این اول. بله. ثانیاً معنای این آیه را باید بدانیم. بله. معنای این آیه را که الله متعال میگه وللذکر مثل حظ الانثیین، معنای این آیه چی هست؟ شرح این آیه چی هست؟ که این را هم ان شاء الله توضیح خواهیم داد. بفرمایید. و بعد از آن هم مورد سوم و وجه سوم اینه که آیا این شبهه‌ای که وارد میشه که اسلام برای زن نصف حق مرد در میراث داده، آیا در تمام موارد هست یا در موارد خاصی هست؟
این سه وجه را بینندگان عزیز توجه داشته باشند. ان شاء الله ما در این سه وجه هر کدام را توضیح خواهیم داد. بفرمایید. مورد اول، بله، مورد اول که در مورد آیا این میراث حق زن که به عنوان میراث قرار میگیره، آیا این میراث در ادیان گذشته وجود داشته یا نداشته، و آیا این کسایی که حالا از هر مشربی که هستن به اسلام اعتراض میکنن، آیا در دین خودشان و در آیین خودشان چیزی به نام میراث وجود داشته یا نداشته؟ اگر داشته چی گونه داشته؟ اول مورد یهودیت و مسیحیت. بله. یهودیت دینی که خودشان را منتسب میکنن به موسی علیه السلام و مسیحیت هم خودشان را منتسب میکنن به عیسی علیه السلام. و فراموش نکنین که کتبی که در نزد یهودیت مورد اعتماد هست، در نزد مسیحی هم مورد اعتماد هست. چون عیسی علیه السلام نیامده که تورات از بین ببره. عیسی علیه السلام نیامده که صحف و کتب انبیاء گذشته از بین ببره. در مسیحیت چیزی به نام میراث وجود نداره. در مسیحیت چیزی به نام میراث وجود نداره. چرا؟ چون که کتاب اناجیلی که هست و نامه های رسولان که هست، کلا اینها در باب معاملات، در باب اخلاقیات، در باب عبادات و اخلاقیات، در باب میراث و معاملات و اینها برنامه‌ای نداره. چرا؟ به خاطری که عیسی علیه السلام نیامده که تورات را از بین بره. در تورات وجود داره. در تورات وجود داره. پس بناهن وقتی که ما بحث یهودیت و مسیحیت در کنار هم مطرح میکنیم، باز میگردیم به کتاب مقدس. کتاب مقدس که در مورد میراث چی گفته؟ در کتاب مقدس هست جناب استاد که صریحاً بیان میکنه که دختر مادامی که پسر یک شخص فوت میکنه، شخص متوفا فوت میکنه، پسر داشته باشه، برای دختر هیچی نمیرسه. برای دختر اصلا میراثی وجود نداره. در دین مسیحیت، در دین یهودیت و مسیحیت، در هر دو تا. بله. در هر دو تا. چون گفتیم کتاب تورات در نزد اونها هم مورد اعتماد. در خود تورات، در خود انجیل این مورد ذکر در شده؟ انجیل نیست. گفتم در انجیل نیست، در تورات هست. چون در انجیل ما مثلا در انجیل متی داریم که حضرت عیسی علیه السلام به صورت صریح میگه که من نیامدم که تورات رو از بین ببرم، بلکه آمده حضرت عیسی که احکام خدا رو در اینجا تمام بکنه. یا در جای دیگه میگه در انجیل متی باز هم حضرت عیسی علیه السلام میگه که من آمده ام تا خرافات بنی اسرائیل رو از بین ببرم. نیامده حضرت عیسی که دین جدیدی بیاره. ما در اینجا یکی از اسفاری که در تورات هست، یک قسمتی برای شما بیان میکنم، برای شما بینندگان عزیز که توجه بکنن به این نکات که در مورد میراث چی میگه. اگر عزیزان از اتاق فرمان این صفحه را نشان بدن، این سفر اعداد جناب استاد، بله، در باب 27 سفر اعداد یکی از سفرهایی که در تورات وجود داره. 5 سفری که هست، یکی از یعنی مربوط سفر به معنای جزء یا سوره گفته میشه، تقریبا شبیه همان. این سفر اعداد در 27 باب 27 در آیت 8 از آیت 8 میخوانم ببینید چی میگه. میگه به بنی اسرائیل بگو، خداوند گفته برای موسی، به بنی اسرائیل بگو که هرگاه مردی بمیرد و پسری نداشته باشد، ملک او به دخترانش میرسد. اگر پسری نداشته باشد، این نکته را توجه داشته باشید. اگر پسری نداشته باشد و اگر داشته باشه و اگر دختری نداشته باشد، ملک او متعلق به برادرانش خواهد بود. اگر برادری نداشته باشد، آن وقت عمویش وارث او خواهد شد. خب به هر حال از اینا بگذاریم تا اخیر هست، تا اخیر با. اما نکته بحث ما اینجاست که میگه اگر مردی بمیرد و پسری نداشته باشد، ملک او به دخترانش میرسد. یعنی از اینجا شما قید میگیرین که اگر داشته باشه به دختر چیزی نمیرسه؟ کاملا درسته. شما هیچ آیه صریحی نمیتونین در تورات و در انجیل پیدا بکنین، در انجیل خودش در تورات پیدا کردن نمیتونین که در کتاب مقدس به صورت کل که گفته باشه شما برای زن میراث، برای دختر میراث بدین. این مورد هم مورد خاصیه. برای دختر در صورتی بدین که پسر نداشته باشه، ولی اگر پسر داشت کل مال پسر میگیره، چرا دختر بگیره؟ و شبیه این جناب استاد جالبه، شبیه این ما در رسومی که رسومی که در میان ایرانیان بود، در ساسانی ها، این مشکل متاسفانه در اونها هم وجود داشته. این مشکل وجود داشته که وقتی اونا باز تفاوت میگذاشتن، وقتی که دختر در خانه پدر باشه چیزی از مال پدر برایش میدن، ولی وقتی که دختر ازدواج کرد دیگه چیزی برایش نمیدن. چرا برای یک فرد بیگانه بدن؟
یک فرد بیگانه میشه حقیقتا، چرا به شوهرش بدن؟ مثل دیدگاه غلطی که امروز در میان بعضی از کشورهای اسلامی به خصوص افغانستان متاسفانه وجود داره که وقتی دختر به خانه شوهر رفت گرفتن میراث رو برای خود عیب میدانه. این در واقع برگرفته از زمان رسم و رسومی است که در میان ایرانیان بوده قبل از اسلام. قبل از اینکه اسلام بیایه و مشرف به اسلام بشن، متاسفانه این مشکل در میانشان وجود داشته. در بهائیت کتابی دارن اینا به نام کتاب اقدس. اما فقط این نقطه رو من میخواستم توضیح بدم که ببینین در دین مبارک اسلام زن حق ملکیت داره، یعنی شوهر نمیتونه به حق زن، به مال زن، چه خانه باشه چه پول نقد باشه مداخله بکنه. حق خاص زن است. وقتی زن میراث میبره اون حق زن است، حق مرد نیست. اما امروز متاسفانه این نقطه هم در میان برخی جامعه مثل جامعه افغانستان جا گرفته که گویا امو یک مسئله است، میگن شطور بابارش گرفت. بله دیگه وقتی زن میگیرن، وقتی زن به همسری میگیرن، مال و اموال از او و دارایی زن را هم مرتبط به خود میدارن، در حالی که مال و دارایی مختص به زن است. مرد حق تصرف در مال و دارایی زن را نداره. کاملا درسته. و شبیه این جناب استاد ما در دین بهائیت هم داریم. در دین بهائیت که کتاب دارن اینا به نام کتاب اقدس که میگن وحی منزل این کتاب، و این کتاب مجموعه قوانین و احکامه. در این کتاب اقدس مجموعه قوانین و احکام که اینها منسوب میکنن، میگن وحی منزله که به بهاءالله فرستاده شده. خب به هر حال به این بحث کار ندارن که حالا فرستاده شده یا نشده. بس اینجاست که اینها در دین بهائیت و در این کتاب اقدس صریحا میآیه که برای زنها شما میراث ندین، یا اگر میراث میده به یک موارد خاصی، یک موارد خاصی که خودشان در نظر دارن. یعنی وقتی که اینها میآیند باز به اسلام حمله میکنن، واقعیت اینه که انسان تعجب میکنه جناب استاد. یا مثلا وقتی ما خب چرا سوال این است که چرا در اسلام خب این نقایص و این کمبودی ها و این تضادها و این مغایرت ها در دیگه ادیان وجود داره، اما چرا در اسلام باز هم زن نیم حق داشته باشه؟ یعنی اولا گفتیم که ما انشاءالله در این مورد صحبت میکنیم که این به طور کلی و به طور انحصار نیست که در هر مورد زن بیای 4 قسم نصف ببره. خب پس فقط در 4 مورد خاصه. بفرمایید. ما فقط اصل بحث اصلی ما هم همین است. بسیار خوب. اما زمان جاهلیت قبل از اسلام، خب زمان جاهلیت میگذاریم به بعد که حتی زن رو به عنوان میراث میگرفتن. در او شک زن خودش میراث شک نیست که در قبل از اسلام و حتی چند صد سال قبل در کشورهای غربی و اروپایی هم زن خرید و فروش میشد به عنوان متاع و کالا. حالا برمیگردین به این نکته جناب استاد که میراث هر چی که شخص نزدیکتر باشه، قرابت شخص به میت نزدیکتر باشه، به او بیشتر میرسه. این یک قاعده کلی این را داشته باشین. بله. بعد اینکه آیا زن در هر موردی حقیقتا نیم مرد میبره، نیم مرد میگیره میراث؟ نه، این موارد خاصی داره و در بعضی از موارد هست که زن از مرد میراث بیشتر میگیره و در بعضی یعنی هست حالات و مواردی که زن نسبت به مرد بیشتر میبره. ان شاء الله به اینها اشاره میکنیم. توضیح بدین. در بعضی از موارد هم هست جناب استاد که زن و مرد با هم مساوی میبرن. بعضی موارد زن بالاتر میبره، بعضی موارد مساوی ان، بعضی موارد مرد از زن بیشتر میبره. مستقیما وارد بحث شوین تا شبهه‌ای که مطرح شده برطرف شود، لااقل کسانی که اطلاع ندارند همین مشکل یا شبهه‌ای که در ذهنشان جا گرفته رفع شود. بله کاملا درست. اجازه بدین که اول آیه‌ای که شما خواندین این آیه را تشریح بکنم چون ارتباط داره. الله متعال میگه وللذکر مثل حظ الانثیین. برای مرد 2 برابر برای زن هست. اینجا را توجه داشته باشین، یک نکته لطیفی وجود داره جناب استاد. اول آیه را حذف نکنین. الله متعال میگه یوصیکم الله فی اولادکم. یوصیکم الله فی اولادکم. فی اولادکم نمیگه فی الموارث. فی الموارث نمیگه، فی الوارثین هم نمیگه، فی اولادکم، در اولاد شماست. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین.
اصلا ارتباط میگیره به فرزندان میت، فرزندان متوفا. مثلا یکی از مواردی که جناب استاد وجود داره، مواردی که وجود داره که 4 مورد در قرآن کریم به صورت حصر، غیر از 4 مورد دیگه مورد نیست. این 4 مورد خاصه که زن نصف مرد میگیره. مورد اول اینه که شخص فوت میکنه، بله، از او یک دختر میمانه یک پسر میمانه، یا یک دختر 2 دختر میمانه یک پسر، حالا به هر صورت نصف مال از این، یعنی میشه گفت که این مال را شما 3 قسمت بکنین، ثلث مال برای دختر میرسه، ثلثین یعنی 2 قسمت برای پسر میرسه، 2 قسمت یعنی برای پسر و 1 قسمت برای بله کاملا برای دختر، نصف. و همچنین در موردی که خواهری که ناتینیه، خواهری که چی یعنی هم از پدر و هم از مادر، خواهری که هم از پدر و هم از مادر، همراه برادری که از خواهر و مادره، بله، یعنی خواهر برادر ناتینیان. اینها در این صورت خواهر نصف آن چیزی که برادرش میگیره حق میگیره. خب این مورد دوم. مورد سوم اینه که خواهر علاتی که در اصطلاح میراث به او علاتی میگن، یعنی خواهری که از پدر باشه، از پدر یکی باشن و از مادر نه، از مادر نباشه، با برادری که از پدر باشه، یعنی این دوتا با هم از پدر هستن ولی از مادر نیستن. متوجه شدین؟ بله. از مادر متفاوتن ولی از پدر یکیان. بله. از پدر یکیان. این هم در این مورد برادر 2 برابر حق میگیره که خواهر گرفته. بله. این مورد سوم. در این 3 مورد خواهر. این 3 مورد. مورد چهارم اینه که پدر بزرگ فوت میکنه. بله. از او پسری هم وجود نداره. حالا از این پسری که این پدر بزرگ فوت کرده، پسرش مرده، پسرش قبلا فوت کرده، از این پسر یک دختر مانده یک پسر مانده. بله. برای دختر پسر و پسر پسر، برای پسر پسر 2 قسمت میرسه، برای دختر پسر 1 قسمت میرسه. این 4 موردی که در قرآن کریم به اونها اشاره شده و مرد بیشتر از زن میگیره و بیشتر اعتراضی هم که میشه در مورد اولاده. اینها اولادها بود. در مورد اولاده شما فقط فعلا به 4 مورد اشاره کردین که زن در میراث نیم حق مرد میگیره. بله. اگر اجازه بتین ما به اجازه شما و اجازه بیننده های عزیز و گرامی با هم یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و بعد از مشاهده این میان برنامه موضوعمان را دنبال خواهیم کرد. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني
وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. قبل از میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح داشتن در ارتباط و اینکه در 4 مورد زن نیم مرد میراث میبرد صحبت کردین. سوال اینجاست که چرا در این 4 موردی که شما ذکر کردین چرا اصلا زن نیم مرد باشه؟ چرا برابر مرد میراث نبره؟ جناب استاد، این نظر به مکلفیت ها و نظر به شخصیت و نظر به این که هر چه فرد مکلفیت؟ نظر به مکلفیت ها فرق مثل این که شما شیخ جناب استاد 2 نفر را بله. مکلف بکنین. این مثال رو خوب داشته باشین، هم شما و هم بینندگان عزیز. 2 نفر را شما مکلف میکنین که 2 زمین را برای شما آماده بکنن. بله. برای کشت. بله. یک زمین سخته، یک زمین نرمه. بله. برای زمینی که سخته برای اون فرد شما وسایل بیشتر میدین. متوجه شدین؟ بله. آیا اون فردی که زمین نرم داره حق داره که اعتراض کنه چرا شما به او وسایل بیشتر دادین؟ نه خیر. حق نداره. نه خیر. حق نداره، به خاطر زمین سختره. نظر به مکلفیت ها فرق میکنه جناب استاد. حالا مثلا زن نفقه به گردن کیست؟ به گردن زن. به گردن مرد. عفوا. گردن مرد. مرد مکلف است که باید نفقه مرد بپردازه. کاملا درسته. مهریه کی میپردازه؟ مهریه هم مرد در اسلام مرد به زن مهریه کی میپردازه. میگیره مهریه؟ مهریه زن. الله متعال میگه و آتوا النساء صدقاتهن نحله. اون هم میگه با طیب خاطر بدین. حق نداری که باز به سر به هر حال اعتراض بکنی که چرا. دیت جناب استاد، یک کسی از یک خانواده قتل میکنه، دیت بر گردن مردها لازم میشه یا بر گردن زنها؟ مردها. به گردن مردهاست. هر موردی که شما باز میگردین جناب استاد به گردن مردهاست. مرد مجبور نفقه بده، مرد مجبوره که مهریه بده، مرد مجبوره که دیه بده در صورتی که این مشکل دیت به هر حال به وجود بیاد که بحث جدایی هست. خب جناب استاد، شما تصور بکنین یک فرد فوت میکنه، از دنیا میره، از او یک دختر باقی میمانه، یک پسر باقی میمانه.
هر دو تا اینها مجردن. به عنوان مثال 3 قسمت از این باقی میمانه، یا بگین سلک باقی میمانه، یا سلک ریال بگین باقی میمانه. 30,000 مثلا 30,000 30,000 بگین، افغانی. 30,000 حالا هر پولی که باشه 30,000 باقی میمانه. 30,000 3,000 یک چیزی که 3 قسمت. بله 30,000 از او باقی میمانه، درسته؟ بله. 10,000 برای دختر داده میشه، درسته؟ و 20,000 برای پسر. 20,000 برای پسر داده میشه. خب این پسر میخواد ازدواج کنه. بله. این پسر میخواد ازدواج کنه بله. و دختر هم میخواد ازدواج کنه. این پسر مجبوره که 10,000 به عنوان مثال مهریه بگیرین. 10,000 مهریه میده برای دختر دیگر، درسته؟ بله. چندی برایش باقی مان؟ 10,000 دیگه باقی مان. دختر 10,000 داره، درسته؟ 10,000 مهریه میگیره. 10,000 مهریه میگیره، مفت و مجانی مهریه میگیره. خدا برایش داده، این حق خدا برایش داده، کسی نمیتونه با او حرفی بزنه. حالا پول دختر چند شد؟ اما جناب پول دختر 20,000 شد، پول پسر 10,000. کم آمد اصلا پسر بیچاره کم آمد. 10,000 نفقه هم. اما جناب استاد وقتی پسر به طرف مقابل به دختر 10,000 میده، باز هم اون 10,000 مصرف میشه، میانشان هزینه میشه. نه جناب استاد، اون بحث جدایی هست. این که الله متعال در قرآن کریم میگه در سوره مبارکه نساء و آتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولی بدون حق دختر کسی حق نداره که بر مهریه اصل بر این است که حق اوست کاملا هیچ درسته. کسی به هیچ وجه به هیچ عنوان نمیتونه، نه پدر بله. نه شوهر نه مادر نه برادر، هیچ کسی تصرف بر مال شخصی دختر نداره. اما و این که امروز متاسفانه دیگه تعدی میشه و از حق دختر یا حق زن تلف میشه و بحث جداگانه است. بحث جداییه، چون ما ربطی به اسلام نداره. ما چون فعلا دارین از دوربین اسلام صحبت میکنیم. بله. از دوربین عملکرد مسلمان ها صحبت نمیکنیم، از دوربین عملکرد اسلام صحبت از دوربین اسلام صحبت میکنیم، چون اعتراض بر سر اسلام است. بله. ما مجبوریم که از اسلام جواب بدیم. بله. حالا 10,000 برای پسر باقی ماند، خب 20,000 برای دختر. حالا حق کی بالا رفت؟ حق دختر. حق دختر بالا رفت. حالا نفقه بر گردن این دختر است یا بر گردن اون پسر؟ پسری که همسر اختیار کرده نفقه بر دوش پسر، و دختری که شوهر اختیار کرده مصرف و هزینه به دوش شوهر. کاملا درسته. پس به هر صورت باز میگردیم که نه، این گونه که حالا حق زن بالا رفت، یعنی حق زن بالا رفت. حقیقتا حق زن بالا رفت. الله متعال سبحانه و تعالی برای زنها حقیقتا حق بالاتری داده، چون مکلفیت ها از اونها از یک جهت کم کرده. مکلفیت مهریه ندارن، مکلفیت خب با توجه به مکلفیت نفقات ندارن. در این بحث، در این 4 مورد با توجه به مکلفیت زن نیم حق مرد میراث میبره، درست است؟ کاملا درسته. نظر به مکلفیت هایی که گفتیم، بله. البته این به صورت کل نیست جناب استاد، اون 4 موردی که اشاره کردیم. در مواردی هست که در اسلام زن مساوی با مرد حق میبره و در مواردی هست که زن بیشتر از مرد میگیره. خب مثلا در مواردی که مثلا به عنوان زن بیشتر، چون این بحث باید مطرح شد، زن در چه موارد بیشتر از مرد میراث میبره؟ جناب استاد یک شخصی شوهر داره. بله. شوهرش فوت میکنه، از او یک شوهر مانده و یک دختر. دختر چند میبره؟ نصف مال مادرش را میگیره. اما شوهر چند میگیره؟ ربع میگیره، یعنی 4/1. 4/1 مال مثلا 40,000 مال همسر، یعنی زن فوت کرده، 40,000 از او باقی مانده. بله. درسته؟ 20,000 را دخترش میگیره، 10,000 برای شوهرش میرسه. 10,000 دیگه چی میشه؟ 10,000 دیگه به هر حال به عصبه و یا به موارد دیگر مصرف میشه که اون موارد مصرف میراث هست. یعنی مرد از زن تقریبا چند 2 برابر شد. 2 برابر شد. 2 برابر گرفت، چون 4/1 و نصف. اینجا بله. اینجا زن، اینجا دختر 2 برابر پدر، بیشتر از پدر گرفت. دختر که زن است و بله، با وجودی که زن هیچ مکلفیتی هم نداره. بله. به عنوان مثال جناب استاد، مورد دیگر، یک فرد فوت میکنه، از این شخص متوفا یک دختر باقی مانده. حساب بکنید 10 تا برادر، 5 تا برادر، 20 تا برادر، 30 تا برادر، زیاد برادر داره، حالا برادرای زیادن، باقی میمانه. نصف مال برای دختر میرسه، نصف دیگر که بقیه ماله برای برادرای میرسه.
100 تا باشن برادرها. دوباره تکرار کنین جناب استاد. یک شخص فوت میکنه، مرد از مردی فوت میکنه، از او یک دختر باقی میمانه، 10 تا برادر. یک دختر 10 تا برادر شخص متوفا، نه برادر این دختر، شخص متوفا، شخصی که فوت کرده. یعنی کاکا یا عموی دختر، کاکا و عموهای دختر، نه برادرای دختر. نه برادرای دختر نه. در همچون موردی دختر نصف مال پدرش را میگیره، نصف مال پدرش را میگیره، اما برای برادرها، بقیه برادرها هر چی که باشن، یعنی اگر 100,000 باشه 50,000 حق دختر میشه و 50,000 دیگر که اگر فرزن 10 عمو داشت، 5 داشت، 20 داشت، هر چی که داشت، نیم 50,000 نیم دیگه بقیه مال برای اونها داده میشه. بقیه مال برای اونها داده میشه. یعنی حق زن بالا رفت. بالا رفت. حق این دختر زنه دیگه. دختر خب بله. مرد نیست، زنه. و در مواردی هم هست که جناب استاد با زن و مرد با هم مساوی میراث میگیرن. اگر وقت داشته باشین که در فقط اگر فهرستوار، در موردی که به اون کلاله میگن در علم میراث و در قرآن کریم هم هست به او اشاره شده، کلاله فردیه که نه فرزند داره و نه هم پدر داره. این شخص از او برادرای باقی میمانند. برادر و خواهری که از یک مادر باشند، برادر و خواهری که از یک مادر باشند، یعنی برادران اخیافی میگن در اصطلاح میراث، از برادرشان که فوت کرده سدس میبرن، یعنی 6-1 مساوی. فرق نیه میان این خواهر و میان این برادر، هیچ تفاوت نیست. در کدام مورد؟ در موردی که از یک مادر باشن ولی از پدر نباشن. بله. چون ما موارد گذشته اگر یادتان باشه صحبت کردیم در موردی که نصف علم میراث نیست که اینجا این موارد را بیشتر توضیح بدیم. جد و جده، یعنی مادر بزرگ و پدر بزرگ، بله. اینها هم سدس میبرن. فرق نمیکنه میان مادر بزرگ و میان پدر بزرگ، هیچ تفاوت نیست، هر دو تا یک میبرن، فرق نمیکنه. خواهری که ناتینی باشه، یعنی هم از پدر باشه و هم از برادر، با برادری که از پدر باشه، نصف برای خواهر داده میشه و بقیه برای برادر داده میشه، یعنی نصف دیگه برای برادر داده میشه. اینجا هم این برادری که از پدر هست از مادر نیست، با خواهری که از پدر و مادر هست نصف میبرن، یعنی یکی میبرن، حقشان یکیه. شخصی فوت میکنه، از او کاکا باقی مانده و دختر باقی مانده. دختر نصف میگیره، بقیه از جهت عصبیت برای کاکا داده میشه. نصف برای دختر و نصف برای کاکا داده میشه. پس این مواردی است که اینها با هم مساوی هستند. البته جناب استاد مورد مساویانه میان حق دختر و میان حق زن و مرد و همچنین مواردی که ما بیان کردیم، دو موردی که بیان کردیم در مورد این که زن بیشتر از مرد میگیره، اینها به صورت حصر نیست. در میراث فراوان از این مسائل، ولی اون 4 مورد اول حصر بود، از اون 4 مورد نمیگذره. اما این موارد فراوان وجود داره که در قسمت‌های میشه که مرد بالا میره، زن بالا میره از مرد، و در قسمت‌های هم هست که با هم مساوی هستند، مثل که به چند نکته بنده اشاره کردم. پس در کل به صورت عموم گفته میتونیم که این مفهومی که در اذهان وجود داره که گویا مرد بیشتر از زن یا 2 برابر زن میراث میگیره، این یک برداشت اشتباه هست. ما موارد داریم که زن برابر مرد میراث میبره، موارد داریم که زن حتی بیشتر از مرد میراث میبره. خب حکمت از اینها چیست؟ حکمت جناب استاد، ما در قسمت اول اگر یادتان باشه صحبت کردیم در موردی که چرا باز اونها با هم متفاوته. ما گفتیم هر چی که شخص نزدیکتر به متوفا باشه حقش هم بیشتره. مثلا در مورد برادرها و خواهرهایی که از پدر باشن از مادر نباشن، از مادر باشه از پدر نباشه، از پدر و مادر باشه، دیدین تفاوت‌های در اینها. هر چی که نزدیکتر باشه حقش هم بیشتر میشه. و نظر در اون قسمت‌هایی هم که گفتین که حق زن و حق مرد با هم متفاوته، به خاطر اینه که نظر به مکلفیت هایی که بعضی دارند الله سبحانه و تعالی آشناتره، و ما هم حکمت های بیان کردیم که در مواردی میبینیم که حتی باز در همین موارد هم حق زن بالاتر میره از حق مرد. پس این موارد بال هم رفته، حکمت و فلسفه‌ای که در اینها هست اینه که الله سبحانه و تعالی به همه چیز حکیمه و دانای. الله متعال بر اساس حکمت اینها گذاشته و این شبهه از جهات مختلف یعنی تو خالیه، اصلا چیزی نداره جز این که
جز این که حقیقتا یعنی شبهه پراکنی بکنن به ذهن مسلمان ها و بعضی از این مسلمان ها هم متاسفانه احیانا میشه که دنبال این شبهات میرن و بدون اینکه اصلا به قرآن مراجعه بکنن. قرآن کریم واضح صحبت کرده، سنت رسول الله علیه السلام واضح صحبت کرده در این موارد، فقهای اسلام در این مورد واضح صحبت کردن، کل موارد رو بیان کردن. پس هیچ جای باقی نمیمونه برای از اینکه یک شخص بیه بگه که بله اسلام به صورت کل بگه، به صورت کل بگه اسلام حق زن را کمتر از حق مرد داده یا نصف حق مرد داده، که ما به هر کدام از اینها به صورت تفصیل به خدمت شما و بینندگان عزیز اشاره کردیم. خب جناب استاد گفتن که حکمت اصلی و حکمت اساسی حتی از قوامت مرد، اینکه مرد بر زن قوامت داره، در مسئله نفقه و هزینه و پرداخت مصارف نهفته است. انشالله که امیدواریم که انشالله میشه در این مورد در این ارتباط توضیحات خدمت بیننده های عزیز و گرامی عرض شده باشه و شبهاتی که در اذهانشان وجود داره رفع شده باشه. اگر باز هم اجازه بدین باز هم با یک میان برنامه کوتاه را با هم میبینیم و انشاءالله میریم پیرامون محور بعدی که بحث شبهاتی است که در ارتباط با چند همسری یا تعدد مطرح میشه. وصال حق، گامی در راستای بیداری. وصال حق در تلگرام. عزیزانی که مایل به دریافت تازه های شبکه، اما از برنامه های زنده، کلیپ ها، احادیث، سرودها، سخنان علما، کتابها و مطالب مفید دیگر هستند، با مراجعه به پیام رسان تلگرام به زبان انگلیسی واژه وصال حق تیوی را جستجو نموده و پس از وارد شدن به کانال وصال حق کلید جوین را فشار دهند. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره محضر شما عزیزان هستیم و شروع میکنیم به محور بعدی برنامه این هفته بازسازی اندیشه که در پیوند به تعدد یا چند همسری است که امروز در رسانه‌های مختلف و از طریق رسانه‌های گروهی مختلف مخالفان این بحث را یا این شبهه را مطرح می کنند که اسلام حقوق زن را نادیده گرفته و دلیلش هم بحث چند همسری است که یک مرد می تواند چند همسر داشته باشد و زن از این حق بهره‌مند و برخوردار نیست. جناب استاد محمد باقر سجودی روی خط با ما هستند. جناب استاد گرامی، اگر صدای ما را دارید، در ابتدا خدمت شما عرض سلام و ادب فراوان دارم و از اینکه باز هم به دعوت ما لبیک گفتین سپاسگزار هستم از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله به شما و همه بینندگان عزیز. باعث خوشحالی و افتخار منی که در خدمت شما هستم. سلامت باشین استاد گرامی. خب استاد گرامی، بحث تعدد یا چند همسری است. شبهه‌ای است که از طریق رسانه‌های مختلف برای شبهه پخش کردن یا شبهه پراکنی مطرح می شود و می بینیم که حتی در قرآن کریم اصل که یا اساس که در چند همسری
وجود داره یا شرط اساسی که در چند همسری ذکر شده رعایت اصل عدالت است و این امر به اعتراف آیه قرآن کریم است که در سوره نساء ما میخوانیم ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم. رعایت اصل عدالت میان چند همسر نظر با توجه به این آیه مستحیل و ناممکن است. پس با این وجود چرا باز هم در دین مبین اسلام چند همسری یا تعدد زوجات مجاز دانسته شده؟ بله، اما شما اگر باقی آیه رو بخونید و با آیات دیگه بذارید مسئله روشن میشه. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل المیل فتذروها كالمعلقه. پس شما میگه که شما نمیتونید، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، شما نمیتونید بین زنها عدل برقرار کنید. پس چون که این قدرت من به شما ندادم، پس به اندازه که میتونید بکنید. این مشکلی ایجاد نکرد، یعنی تبصره استثناء گذاشته. شما ایرادتون به چی؟ آیه تضادی میبینید در این؟ والله کسایی که این شبهه را مطرح میکنن تضاد است. اگر میشه در این ارتباط توضیحات بیشتر ببینید. آخر ببینید این که شاید منظورشون این است، اونا اینجوری میکنن فین خفتم الله تعدلوا فواحده. درسته؟ این برمیگرده به این مسئله. اگه شما نگاه کنید آیه رو بخونید از اول میگه خفتم خب در آیه لن تستطیعوا آمده جناب استاد، نمیتونید شما نمیتونید، حتی اگر بخواهید، حتی اگر تلاش و کوشش هم به خرج دهید، در نهایت نمیتونید اصل عدالت رعایت کنید. پس چه بهتر است که به یکی اکتفا کنید. ببینید این اگر اینجور باشه پس چرا گفته چرا؟ اگه واقعا میگه نمیتونید پس چرا گفته چرا؟ باز تو اون آیه اگه شما آیه 3 رو ببینید و این خفتم الله تقسطوا آمده. شما ببینید قسط و عدل یه چیزی فرق داره. گفته اگر نمیتونید در یتیم‌ها شما قسط بکنید، قسط یعنی که حظ و نصیب اون یتیم‌ها بهش بدید. بله. حضرت عایشه برای ما این حدیث رو، این آیه رو تفسیرش رو گفته که مردم یتیما رو بزرگ می‌کردن، باز دوست داشتن که با همون عروسی کنن. بله. خداوند به اینا گفت که حقش نخورن، گفت اگر نمیتونید قسط برقرار کنید. یعنی ببینید قسط و عدل اینجا فرق میکنه. بله. اگر نمیتونید بین قسط یتیما قسط برقرار کنید، پس با زنای دیگه چی بکنید. و اما در اینجا مسئله دو تا حکم جداست به نظر من. اون حکم دوم گفته شما با زنها بین زنهای خود نمیتونید عدل برقرار کنید، پس چون که نمیتونید حتما ولو که حرص هم داشته باشید، پس به اندازه‌ای که به اصطلاح قدرت دارید. اینجا در مورد یتیم هاست، باید ما تفسیر آیه و شأن نزولش رو ببینیم. این در مورد یتیم هاست، میگه اگه در یتیم ها نمیتونید پس ول کنید این یتیم ها، هرچند که خودتون بزرگ کردید. این نظر منه والله اعلم. خب جناب، مثل که شما جناب استاد فاتح سوال داشتین. جناب استاد خیلی ببخشید، معذرت و از تمام بینندگان عزیز معذرت میخوام. جناب استاد فکر میکنم که این آیه که جناب استاد بیان کردن در مورد محبت قلبیه، چیزی که ارتباط میگیره و ادامه آیه هم فکر میکنم که در مورد محبت قلبی و کل آیه، یعنی بعد آیه کلا چنانچه شما خواندین کلا اشاره میکنه به این موضوع. درست میفرمایید که در روایت هست که پیامبر فرمودن که من خدای در چیزی که میتونم عدل کنم عدل میکنم، در چیزی که نمیتونم یعنی محبت قلبی من رو نگیر او کما قال. خب اونم دیگه که منظور از عدل کاملا شما جملتون درستره به اینکه تکمیل کردید درایت بنده رو. خب استاد گرامی، چرا مرد حق داره که چند همسر داشته باشد و زن از عین حقوق محروم است؟ ببین کی گفته زن از عین حقوق محروم است؟ زن نمیتونه چند همسر داشته، چند شوهر داشته باشه. شما به من اجازه بدید من براتون ثابت میکنم که زنها هم میتونن. شما وقتی که یک مرد چند زن میگیره، خب زنها هم چند شوهره میشن، اما چون که به اصطلاح از جنسشون فرق میکنه، مثلا در طول عمر 4 شوهر میکنه، 5 شوهر میکنه، 6 شوهر میکنه. ما دیدیم زنهایی رو که در زمان خود ما که به قانون تعدد عمل میکنن، بعد از اینکه شوهرشون مرد یا شهید شد یا کشته شد یا هر چی، بعد از که عده تموم شد شوهر دیگه کردن، یعنی در یک سال 2 تا شوهر گرفتن. پس این نیست که این قانون فقط به نفع مردا باشه، زنها هم چند شوهر میشن. ما در تاریخ داریم سکینه بنت حسین 6 شوهر کرد در طول عمرش، بلکه بیشتر هم میگن. اسما
حضرت جعفر گرفت، باز حضرت ابوبکر گرفت، باز حضرت علی گرفت. همه زنها در صدر اسلام چند شوهره میشدن. چرا شما میگید که فقط مردا چند زنه میشن؟ این قانون برای زنها هم فایده داره، برای اینکه عرضه زیاد کمه و تقاضا زیاده، یعنی مردها ضرب در 2 میشن، ضرب در 3 میشن و زنها کمن. و هیچ زنی که کر و کور هم باشه بدون شوهر نمیمونه. چرا شما سوال اینجوری مطرح کردید؟ نه جناب استاد، کسانی که این شبهه را مطرح میکنن مقصودشان این است که چرا زن در آن واحد، در عین واحد، در حیات شوهر نمیتونه چند شوهر داشته باشه؟ ببین برادر من، چرا نمیتونم؟ اونم میتونه. ما که جلوی مذاهب دیگر رو نگرفتیم. خب برم 2 تا شوهر کنم، ما ببینم که میشه این کار یا نمیشه. تا اونجایی که ما میدونیم بشر با همه پیشرفتی که کرده، نخست وزیرم شده، رئیس جمهورم شده، زنها، ولی این کار و همه فسادی که داشته تا حالا در کره زمین ما ندیدیم که یک زن 2 شوهر بگیره، برای اینکه ناممکنه. مثلا خیلی عذر میخوام یک مثال میگه که مثال چرا شما سوال مثلا اسب میشی، اسب سوارتون نمیشه. خب اسب بخیر قدرتی داره، انسان قدرتی داره. قضیه در این است که فقط در نپال و در شمال هند هستن زنهایی که 2 شوهر هستن، اما اونها هم به تقاضای خود نشدن. من یک فیلم دیدم از زن پرسیدن که 2 شوهر داری، 2 برادر گرفتن برای اینکه زمین تقسیم نشه. یعنی در حقیقت این مردها تصمیم گرفتن که یک زن بگیرن، 2 نفر خواستن یک زن بگیرن و مسلمان نیستن دیگه، هر چی هستن. اما از اون زن پرسیده، CNN من این فیلمشو دیدم، ازش پرسید که شما خوشحال هستی که 2 شوهر داری؟ نه، میگه 1 شوهر خوبه. شما از کدوم مرد 2 زنه بپرس که تو 2 زن داری خوشحالی یا نه، نگه من خوشحال نیستم. اگر خوشحال نباشه که طلاق میده. البته اینجا فکر کنم جناب استاد بحث خلط انساب هم مطرح است. طبعا اونم هست. غیر از این که حالا ما اینا آخه میان این روز به ما میگن که آقا ما نمیدونم میریم آزمایش میکنیم، در حالی که اون آزمایش هم درست در نمیاد. ما جواب کلی بهشون میدیم، مسئله رو دور میزنیم، میگیم آقا شما این کار رو بکنید، ما ببینیم اگه شدنی ما انجام بدیم. چند وقت پیش من دیدم چه خوندم که در استرالیا یک خانومی که نامزد داشته، نامزد هم نداشته، دوست پسر داشته، دوست پسر. خوب توجه کنید. بله. دوست پسر داشته. این دوست پسرش به اصطلاح زنگ میزنه به این خانم، این موبایلش روشن بوده بدون که متوجه باشه با یک مرد دیگه خوابیده بوده. این آقا 15 کیلومتر میاد، عصبانی میشه دیگه، مرد دیگه، در میشونه میره داخل، زنه رو میزنه. خب حالا شما فرض کن که یک زن مثال 2 تا شوهر کنه، از این آقا حامله باشه، با این شکمش بره توی خونه شوهر دوم. این نمیشه، اصلا عملا نمیشه. این حرفی از میگه آقا چرا نمیشه؟ چرا خورشید در شب در نمیاد؟ چرا ما در روز در نمیاد؟ این اگه شدنی هست، این بشر هر کار کرده. نمیدونم ازدواج مرد با مرد، ازدواج سگ با مرد، ازدواج نمیدونم سگ با زن رو آزاد کرده مثال. خب چرا 2 تا یک زن 2 شوهر نمیکنه؟ پس نمیشه. یک چیز ناممکنه اینا مطرح میکنن. به نظر شما آیا داشتن همسر دوم به معنی نادیده گرفتن احساسات و کرامت انسانی همسر اول نیست، یا سوم به معنای نادیده گرفتن همسر دوم و اول نیست؟ ببین ما باید که در خود قانون اگر زندگی کنیم باید مجسم کنیم قانون رو، مثلا برای صدر اسلام، نه برای امروز. همون خانومی که شما میگید زن اوله در صدر اسلام، مثلا حضرت اسما رو مثال بزنیم. زن مثال حضرت جعفر بود، زن اول بود. خب جعفر مثلا سرش زن گرفت. خب همین از جعفر که مرد، همین اسما خودش شد زن دوم، سر یکی دیگه حبو شد. باز که حضرت ابوبکر وفات یافتن، زن حضرت علی شد، سر 2 تا 3 تا زن دیگه حبو شد. این اصلا این به همه زنها میشه. یعنی اون زنی که شما میگید زن اول، فردا ممکنه خودش زن دوم باشه. شما برید توی مسئله رو که این اصلا این قانون به نفع خود همون زن اول هم هست که کی ضمانت کرده. الان تو ایران ما 6 میلیون زن بی‌بست هست یا نیست؟ و همه جا تو عراقی که به این کوچیکیه آمار رسمی میگه 1.5 میلیون زن بی‌بست. هر چیز که دردش زیاد باشه سازمان ملل براش روز درست میکنه. روز جهانی بیوه زنها درست کرده، از بس که زیادن. خب در صورتی که همه اینا زن اول بودن یا نبودن؟ بله. همه این خانمایی که الان بیوه هستن زن اول بودن. بله. خب در صورتی که این قانون باشه، همین زنای اول هم از این فایده میبرن. چرا ما نمیبینیم که این قانون اصلا اولش فایده برای خود زناست؟ زن اول میتونه زن دوم بشه، زن دوم میتونه با زن اول رفت زن اول بشه. اینجور مسئله رو نگاه نکنید. اونجوری نگاه کنید که من با یک مسیحی که بحث میکردم، آقای فرتوسی، اومد گفت که بیا در مسئله زنها با من بحث کن، تعدد. من مسئله رو دور زدم، بحث شروع کرد. 2 تا تلویزیون ما بود و تلویزیون اندیشه آنلاین، تلویزیون اونا. من در 3 دقیقه یک چیزی گفتم که طرف اعتراف کرد. گفتم آقا قانون ما غلط،
شما بیا هستش این، من ان شاء الله کاش فیلمش میتونستم الان بهتون بدم. گفتم که شما بیا برای من مشکل حل کن، مگه تو مسیحی نیستی؟ گفت هستم. گفتم مگه مسیحی‌ها امر به پاکدامنی نشدن؟ گفت شدن. گفتم که به من بگو عراق حالا سالها در جنگه، مرداش همه مردن، فراری شدن، زنا مونده، این زنا رو چیکار کنن؟ پاکدامن چجوری باشن؟ خب تو خودت میگی باید عروسی کنن، از کجا برای اینا شوهر میاری؟ این بدبخت مجبور شد اعتراف کنه. میگم فیلمش هست. گفت والا در عراق این جایزه. خب یعنی نمیتونی شما چشمتو ببندی. اصلا این فایده زناست. خدا، من خیلی به زبان ساده عرض میکنم، خداوند در پس گردنی به مردا زده، یعنی هر مردی میتونه به یک زن کفایت کنه، اما خواسته که این زنها شوهر پیدا کنن. برای بعضی این حرص گذاشته که 2 تا 3 تا بگیرن خرج کنن به طور غیر قانونی. استاد سیغل شما ببینید، استاد فاتح شما ببینید، بینندگان عزیز شما ببینید، به طور غیر قانونی همه مردم دنیا الان تو ایران 20% سیغه میشن. مگر اینا سیغه زنای شوهردار میشن؟ مردایی میشن که زن دارن. خب این همه فاحشه‌خونه ها که از خیر عضو میخوام در این دنیا پر فاحشه‌خونه است. فاحشه‌خونه معنیش چیه؟ فاحشه‌خونه معنیش اینه که هر مردی 10 زن میگیره، هر مردی 100 زن میگیره. معنی یک زن فاحشه یعنی زن 100 مرد میشه. پس همه تعدد دارن، اما اونها به صورت غیر قانونی دارن، به صورت نمیدونم غیر فطری دارن. 10% از مسلمان‌ها که فایده خود زن هاست مثلا میان تعدد، اونم تازه تو کشور اسلامی همه جا ممنوع کردن غیر از 3-4 کشور. بله. چه ایرادی به ما میگیرن؟ بله جناب استاد، پس چرا وقت به زنان مسلمان عموما که الحمدلله از آموزه های قرآن کریم و از آموزه های سنت برخوردار هستند، وقت بحث زن دوم یا زن سوم مطرح میشه ناراحت میشن و حتی به درجه میرسه که خواستار طلاق میشن؟ چرا؟ ببینید یک علتش این هستش که ما توی جامعه اسلامی دقیق اسلامی زندگی نمی کنیم. ما میبینیم، مثال من این رو به شما میگم، یک بار یک نفر از نزدیکان ما گفت که شما هیچ وقت در مورد تعدد صحبت نکن. گفتم چرا؟ مگر تو مسلمان نیستی؟ خودت مگر اعتقاد نداری؟ حالا زن مسلمان هستی یا نیستی؟ گفت هستم. گفت ولی شما صحبت نکن. گفتم چرا؟ گفت شما لیست مردایی که میشناسی بیار ببین کدومش عدالت میکنن. من با شرمندگی دیدم کسایی که من میشناسم 95% عدالت نداشته بین زنها. خب وقتی عدالت نباشه این وحشت ایجاد میکنه. باز وقتی که این کار عمومیت نداره زن انگشت نما میشه. یعنی حالا جامعه خب میبینه اکثر دولت‌ها ممنوع کردن و طرف میگه که انگشت نما میشه. و دیگه مشکل دیگه هم هست که ما جامعه ما نصف اسلام رو گرفتیم. اگر زن بیوه شد باز فامیلاش اجازه نمیدونه شوهر کنه. خب در حالی که این اصلا فلسفهش این است که زنهای بیوه شوهر کنن، ولی میبینی که بچه 15 ساله شد جلوی مادرش میگیره، برادر جلوی خواهرش میگیره، میگن اگه دفعه عروسی کردی دیگه تموم شد. خب اینا باعث میشه که زنا میبینه که از این قانون فایده نمیبره. ولی اگر ما عموما نگاه کنیم، الان مثلا تو ایران یک آماری گرفتن 48% دخترای یک شهر، آمار رسمی که دولت گرفته، 48% دخترای یک شهر گفتن که ما حاضریم زن دوم بشیم. چرا؟ برای اینکه میترسه اصلا بی شوهر بمونه. این نیست که مردم نخوان، این نیست دیگه. هر کس دنبال این است که افضل پیدا کنه، اما اگر افضل پیدا نشد یعنی ما اینکه اجباری نیست. انسان اگر بتونه، مثال دختری اگه بتونه مردی رو پیدا کنه، مثال که دیگه اون زن نگیره، خب خوبه. منتها وقتی پیدا نشد بالاخره اینکه نمیشه که زن بالاخره مثل خوراک، مثل غذا، مثل لباس، اگه نگیم بیشتر، بسیار انسان به همدم نیاز داره، هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روحی. روحی رو من به توان 2 میگم. خب اون چرا مردم نمیبینن؟ چرا مثلا اونا زن نیستن یا اونا از کره دیگه اومدن؟ خب اون زنها هم احتیاج دارن که همسر داشته باشن. اینه شبهه دیگری که مطرح میشه ایست جناب استاد سجودی که چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم چرا به حضرت علی رضی الله تعالی عنه اجازه ندادند که بر فاطمه رضی الله تعالی عنها در حیات فاطمه رضی الله تعالی عنها زن دوم بگیره؟ سوال خیلی جالبی رو مطرح کردید. خب باید به جوابش یک کمی بالاخره شاید که واسه 5 دقیقه یا 3-4 دقیقه طول بکشه. بفرمایید. اولا به چند جنبه صحبت می‌کنیم. اولا یکی این است که ممکن است خود من پسرم میخواد اجازه میگیره زن اولم بهش بگم آقا حق نداری از این بگیری. خب این نه اینکه اون زن مثال مسلمان نیست یا قانون ازدواج اول حرومه، من دلم نمیخواد اون دختره بگیره،
حالا قضیه در این است که حضرت علی، شما حضرت علی رو به عنوان یک آدم بیگانه نبینید. این مثل پسر پیغمبر بود، تو خونش بزرگ شد. یک پدر حق داره، حالا غیر از اینکه تو شوهر دخترش بود، حق داره که در مورد زندگی حضرت علی که بهش نزدیک بوده، تو خونش بزرگ شده، چی بکنه؟ علتش هم گفت من نمیخوام که دختر دشمن خدا بیاد تو خونه ما. شاید بگید آقا اون که مسلمان شده بود، مسلمان شده بود، حالا مثال ابوجهل مثلا مسلمان میشد دیگه، این حق نداره که ابوجهل بگه منم مثل ابوبکر هستم بیام کنارت بشینم. این که خود پیغمبر دوستش رو انتخاب میکنه. مسلمان شدی به اندازه خودت. چون که خاندان ابوجهل همیشه در صف اول بودن، حالا شدن صف آخر. می‌بینید بعضی خانواده همینجور هستن، خودشونو بالا میکشن به هر قیمتی شده. حالا اگه در کفر بود خود بالا کشید، در اسلام اومد، یعنی طبیعت خانواده اینه، نه اینکه بد بودن، خوب بودن، مسلمان شده بودن، اما میخواست بیاد صف اول. خودشون اومدن به حضرت علی که جوان بود پیشنهاد کردن که بیا دختر ما رو بگیر. خب فاطمه گفت من دوست ندارم. حالا گوش بدید تا آخرش بگم. خب حضرت علی میخواست بگیره، حضرت فاطمه مخالفت کرد. پیامبر نگفت این کارت حرومه. ما اینجوری نیستیم مثل شیعه بگیم که آقا چرا کرد. ما میگیم هر کاری که پیغمبر کرد درسته، ما میتونیم انجام بدیم. چگونه؟ حضرت علی پول نداشت برای حضرت فاطمه که دختر یک پادشاه شده بود، حالا یعنی غیر از پیغمبر بودن، پادشاه من کشورم بود، از کشور عربستان امروزی بزرگتر. اومد که از این خواستگاری کرد، با اینکه پول نداشت، هیچی نداشت، برایش دختر داد، در حالی که برای حضرت فاطمه خواستگار کم نبود. ابوبکر و عمر تو صف بودن، بقیه رو بذار. با این وجود این خوبی رو به این کرد دیگه، این بچه باید این خوبی رو ببینه. خب اینو ندید، بهش نگفت که من حرام میکنم، گفت که دختر من طلاق بده، میتونی بری بگیری، چون برای حضرت فاطمه شوهر کم نبود. یک. پس ما اینجوری نمیگیم که چرا حضرت پیامبر این کار کرد، ما میگیم که اگر ما دیدیم، ما اینجوری نتیجه میگیریم که اگر ما دیدیم که مثال زن نمیتونه اکراه داره، نمیتونه بسازه، میتونه طلاقشو بگیره. خب اگه یکی مثل حضرت فاطمه باشه طلاقشو بگیره چون برای اون شوهر کم نیست، اما یکی برای شوهر نیست طلاق بگیره بره تو خونه بشینه، نه. پس این است که دوم یه نکته دیگه این است که حضرت پیامبر این از اهل بیتش بود، میخواست که مثل که من حق دارم، من این یک نکته به شما عرض کنم، بگم برادرای من دیگه، ایشون میگه که دختر من دانشگاهی که گفت برای من خواستگار میاد، اومد به مادرش گفت، میگه من این دختر رو نشوندم، گفتم که این برادر دینی من میگه بهش گفتم که دختر من نمیتونم وقتی که یک مردی میخواد بیاد با زن من بشینه، درسته که داماد من میشه، اما من تا اون رو نشناسم نمیتونم بهت اجازه بدم. بدون اجازه تو هم من به تو رو شوهر نمیدم، تو هم بدون اجازه من نمیتونی شوهر کنی مگر که من راضی باشم، چون اون میاد با زن من میشینه. حالا وقتی حضرت علی جزء اهل بیت پیغمبره، تو خونش میره میاد، اونم تو خونه‌ای که به اصطلاح رسالت هست، زن حضرت پیامبر، نه اینکه حالا منم یک زن رو ممکن مسلمان باشه نخوام. پس این به شما سوالتون در یک اشتباهی داره، خیلی عذر میخوام که حضرت پیامبر نگفت که این حرومه یا تو عروسی نکن، گفت دختر من طلاق بده. گفت حتی فرمودن که من حلال خدا رو حرام نمیکنم، ولی دختر من طلاق بده برو بگیر. اگر علی میخواست زن بگیره، خب حضرت علی میتونه طلاق بده، اما حضرت علی خودش نخواست، چون که دید که تمام دنیا رو بگیره مساوی این نیست. پس وقتی زن یه قیمتی داره میتونه برای خودش قیمت بذاره. این رو ما در شریعت بهش اجازه میدیم. حالا یک سوال دیگه، فقط یک نکته کوچیک بگم. یک دوست من دارم که در یک شهر اومد با یک دختر یک میلیاردر عروسی کرد. بله. یعنی واقعا خدا بهش این چی کرد، اومد و یه مرد میلیاردری دخترش به این داد در حالی که هیچ چی نداشت. خب حالا این مرد میگه که من میخوام یک زن دیگه بگیرم. خب برو بگیر. اون میلیاردر میگه دختر من طلاق بده. درسته؟ این که گناهی نیست بهش. ما از این درس میگیریم که مرد و زن سبک سنگین میکنن. اگر که میتونه جای بهتر بره اجازه نده، اگر نمیتونه طلاق بگیره. طلاق از اکراه میشه دیگه. من این جواب رو دارم. استاد اگر اجازه بتین با ما روی خط باشین، میریم سراغ یک میان برنامه کوتاه، پس برمیگردیم ان شاء الله. باشه هستم. دوستان گرامی، یک میان برنامه کوتاه را با هم میبینیم و ان شاء الله موضوع را با استاد محمد باقر سجودی دنبال خواهیم کرد. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان
وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدم ونفسي ذلك الرجلان بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان وهما لأحمد نظراه وسامعاه وبقربه في القبر مضطجعان وهما لأحمد نظراه وسامعاه وبقربه في القبر مضطجعان كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد دوباره خدمت شما هستیم. جناب استاد محمد باقر سجودی هم با ما هستند و بحثمان پیرامون شبهات که در مورد تعدد و چند همسری مطرح میشه همچنان ادامه داره. جناب استاد، من قبل از میان برنامه در ارتباط به ای که چرا حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت علی اجازه ندادند که بر فاطمه رضی الله تعالی عنها بر بالایشان زن دوم بگیرن، این سوال مطرح کردم. و سوال دیگری است که چرا خود پیامبر صلی الله علیه و سلم، و این سوال و این پرسش بیشتر از طرف زنهای مسلمان مطرح میشه که اونهایی که طرفدار تعدد و طرفدار چند همسری نیستن، میگن ما میخوایم مانند ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها باشیم، بالای ما زن دوم نگیریم، قبول نمیکنیم. و این هم سنت پیامبر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم تا زمان حیات، تا زمانی که ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها حیات بودند، زنده بودند، زن دوم نگرفتن. عرض کنم خدمتتون، اولا که سوال اولتون رو من یک نکته که باید اصلاح کنم در مسئله این که شما گفتید که به حضرت علی اجازه ندادن. در حالی که پیامبر فرمودن من حلال خدا را حرام نمی کنم، پس اجازه دادن. بهش گفتن که باید که چون که فاطمه دوست نداره اکراه داره. اکراه من اصلا اینجور دیگه اول اون سوال اول مطرح کنم، یه جوری که به شما یک سوال میپرسم، آیا این زن میتونه از مرد خود خلع کنه، طلاق بگیره یا نمیتونه؟ بله میتونه. میتونه. و کراهت یک دلیل اینو میدونید حتما که کراهت یعنی زنی اومد پیش پیامبر، حضرت زینب بود، زینب بن قیس بود، گویا گفت یا رسول الله من شوهرم رو در دینش من اصلا متهم نمی کنم، در اخلاقش متهم نمی کنم، نمیخوام خودم گناهکار کنم، ولی دوستش ندارم. پیامبر گفت طلاقش بده. پس مسئله این است که این که من اجازه نداد یک حرف است، گفت که من نمیخوام، من نمیتونم، اون حرف دیگه است. خب حضرت علی سبک سنگین کرد، اگر دختر دیگر دید خوشش میومد، دید که بهتر از حضرت فاطمه است، خب حضرت فاطمه رو ول میکرد. پس دید بهتر نیست، شرط قبول کرد. حالا بریم سر جواب سوال شما دوم شما. بله. حضرت خدیجه سنش هم زیاد بود. من جوابم اینه،
حضرت خدیجه پول دارم بود، حضرت خدیجه رو مثال پیامبر دوست داشت. این سنت نیست پیامبر هر لباسی که بپوشه که سنت نمیشه، که سنت اون نیست که پیامبر به ما بگه که این سنت منه. پیامبر نگفت که سنت من این است که زن اول مرد. این یک تعبیری است که خب مردا جناب استاد مردها میگن تعدد و چند همسری سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. زنها هم حق دارن بگن که یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم وقت بر ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها زن دوم نگرفت، این هم سنت است. ببینید قبل از اینکه سنت باشه اجازه خداوند هستش در قرآن که مرد میتونه 2 تا 3 تا 4 تا بگیره. پس این یک حکمی از خدا. اما ما ندیدیم که خداوند در قرآن در یا جای پیامبر در جای منع کرده باشه یا مثال گفته باشه که این اکراه داره که من مردی که زنش چی است زن اولش هست بگیره. باز این زن اول که سن زیاده، پس اگه اینجوریه ما باید یک تفسیره بذاریم که اگه زن سن زیاد بود سعی زن نگیره چون به زودی خواهد مرد. چون که اگه قرار باشه معمولا که مردا زودتر از زنا میمیرن، اگه اینجور باشه دیگه اصلا تعددی نداریم. اگر شما میگید سنت پیامبره پس بره مرد اول زنه، این سنت نمیشه که من حتما باید چون پیامبر زن 40 ساله گرفت یا 45 ساله گرفت یا مثلا 50 ساله گرفت منم 50 ساله بگیرم. اینو کسی نگفته سنت پیامبره. و این اولین بار است که میشنوم جناب سیغل شما طرفداری میکنید از استدلال خانم‌ها. جناب استاد این پرسش ها و این شبهاتی است که مطرح میشه، ولی آخه محلی از اعراب نداره. چون ما یعنی پس همه مردا به نظر 40 ساله بگیرن چون که سنت پیغمبره؟ اینجوری که نگفته پیامبر، گفته زن بگیرید. خب بله. بعدش جناب استاد میگن چند همسری باعث کشیدگی و پراکندگی و بالاخره از همگسیختگی بافت خانواده ها میشه و بعض معضلات اجتماعی دیگری هم رونما میگرده. مثلا طرف مقابل برادر همسر راضی نیست، پدر همسر راضی نیست، بالاخره یک درگیری میان خانواده ها رخ میده. اصلا چرا دست به کار بزنیم که بافت اجتماعی جامعه را از هم بپاشه؟ آقا اولا که ببینید چرا راضی نباشه. اگر راضی نیست همون کاری بکنه که پیامبر گفت بگه آقا مثلا دختر من راضی نیست میخوای زن دیگه بگیری یا فلان کسی بگیری، ما راضی نیستیم دختر منو ول کن. حد اکثر این حق دارن، هیچ دلیل به دعوا حق ندارن. اما اینکه شما میفرمایید که خود خانوادگی کشیدگی و دعوا پیش میاد. من یادم میاد که یک دوستی تعریف میکرد که در مجلسی نشسته بودم، یک مردی 2 زنه بود، خونش دعوا و جنگ و اینا زیاد بود. یکی دیگه برادرش یک همسره داشت. این همیشه برادر خودش چی میکرد که این میگه خیلی دعوا داره اینا. میگه من که تو مجلس بودم دیگه طاقتم نمیومد. به همونایی گفتم شما که یک زن دارید با همسرتون دعوا نمیکنید؟ گفت والا ما هم دعوا میکنیم. گفت دعوا در هر خونه هستش. حالا البته در بعضی جاها که دعوا زیادتر بین مردی که 2 زن داره دلیلش این است که طرف خوب رعایت نمیکنه، خوب به اصطلاح عدالت رو مثلا برقرار نمیکنه، خونه جدا برش نمیگیره، اتاق جدا نمیکنه، زندگی رو جدا نمیکنه، باز میگه دعوا نباشه. نمیشه که. ولی که دعوا بین 2 خواهرم میشه، بین مادر و دخترم میشه. نمیشه شما اینو به گردن 2 همسری بندازید. بلکه به نظر من 2 همسری دعوا کمتره. چرا که مرد به نظر من برای که مرد چون 2 همسر داره اگه در یک جا مثال به خواسته خود نرسید، زیاد احترامش نکرده، این هر چی همسر دوم هست. بعد این رقابت بین همسرها باعث میشه که اونام دعوا نکنن. چون میگه زن مرد یک شب اینجاست یک شب اونجاست. ما به طور عملی میبینیم که مردای 2 زنه بخش اونی که عدالت داره. اگه عدالت نداره اصلا 2 زنه نیست. و من به شما عرض کردم اول صحبت‌های خود که اکثر مردا که 2 زن میگیرن عدالت ندارن. و این مصیبتی است که حکومت اسلامی هم نیست که جلوی اینا رو بگیره برن آقا شکایت کنن به بزرگتر این چرا عدالت رو برقرار نمیکنه یا ول کنه یا عدالت داشته باشه. خب وقتی که عدالت باشه دعوا واقعا کمتره. و اینکه میگه بین بچه‌ها هم دعوا میشه. ما که اونجایی که دیدیم اگر که مرد خوب رفتار کنه، عدالت برقرار کنه، برادرها بعد از اینکه بزرگ شدن اصلا مادرها رو کار ندارن، خواهرها که بزرگ شدن چون که تقریبا همسن هستن. ما که اینجوری دیدیم اکثر اوقات، مگر اینکه یک جای کار از اول ایراد داشته باشه. مثالی براتون میزنم. میگن که شیرخوارگی، میگن که ازدواج دختر عمو و پسر عمو یا دختر خاله و پسر خاله میگه بچه عقب مونده میاد. من که تحقیق کردم علت عقب موندگی اینه که این مادرها وقتی کوچیک هستن این بچه همدیگر شیر میدن، بچه همدیگر شیر میدن، اینا خواهر برادر میشن. در نه از لحاظ علمی اصلا کسی نتونسته ثابت کنه که دختر و پسر، دختر خاله و پسر خاله یا دختر عمو و پسر عمو عروسی کنن چی داره.
کار از کوچیکی خرابه که اینها مادراشون ثبت نمیکنه، شیر میده، باز اینا که بزرگ شدن خواهر برادر که عروسی کنه تمام بچه‌ش ناقص به دنیا میاد. خب جناب استاد باز هم سوال بعدی، یکی از اهداف اصلی ازدواج تکثیر نسل و افزایش نسل است. به نظر شما وقتی میگن شما یعنی مسلمان ها را متهم میکنن مخالفین که وقتی شما دست به چند همسری میزنید و اولادهای زیاد به دنیا میارید، این در حقیقت شما به شکل از اشکال در گسترش فقر سهم میگیرید. نظر شما در ارتباط چیست؟ اشتباه است. من از شما 2 تا سوال میپرسم، باز شما که جواب دادید من خودم هم جوابش میگم. شما میدونید که 4مین قدرت اقتصادی دنیا کشور هنده، باورتون میشه؟ بله. هند که جمعیت مملو است در یک کشور بسیار کوچیکی که 1 میلیارد حالا در از چین هم جلو میزنه. دومین قدرت بزرگ دنیا چینه، جمعیتش کمی یا زیاده. همین ژاپن، همین انگلیس، همین فرانسه، همین آلمان در یک جای کوچیکی میلیون ها انسان توی زندگی میکنن. جمعیت زیاد باعث برخلاف اون چیزی که به سر ما کلاه گذاشتن. اما زندگیشون بهتر نیست جناب استاد، اما زندگیشون بهتر نیست. در ما هند این رو تجربتاً به شما عرض میکنم که چنین چیزی نیست. الان تو ایران ما مردم 2 تا بچه دارن، 8شون گروه 9شونه. چرا؟ برای اینکه در خانواده پرجمعیت من راستش بخواد، چون که من افغانستانم دیدم، از فواید اصلا 1-2 تا نداره. از هر خونه 10 بچه میزنه بیرون. خب نه آمریکا میتونه بگیردش، نه روسیه میتونه بگیره، نه هیچی. چرا که جمعیت زیاده. جمعیت زیاد قدرت برای جامعه. حالا اون بحث جداست. شما میگید فقر داره، نیست اینطوری. من اکثر کسایی که دیدم که مثلا تو ایرانی‌ها که کمه، اما تو افغانا هستن که 10 تا برادرن، 11 تا برادرن، می‌بینی که میلیاردر شدن. باز که تو زندگیشون میری تعجب می‌کنی، دقت می‌کنی، می‌بینی یک برادر تو یک شهر نشسته، یک برادر تو شهر دیگه نشسته. این نیست برخلاف اون چیزی که میگن تصوری که هست. این بچه‌ها که در خانواده بزرگ باشن زود بزرگ میشن. شما تو خانواده‌هایی که مثلا یک پسر داره می‌بینید بچه 35 ساله شده هنوز بچه است. در حالی که تو خانواده‌ای که بچه زیاده، چون پدر میگه دیگه اون بچه حساب نمیکنه دیگه، 18 سالش شد میره دنبال زندگی. و من این رو شما برای من ثابت کنید که وضعشون خوب نیست. این که ببینید اگر میبینید در یک کشوری مردم وضعشون خوب نیست، اون برمیگرده به حکومت. حالا تو ایران که مردم یک بچه داره، بعدم رعایت عدالت اجتماعی، گاز هم داره، طلا هم داره، چرا مردم کلیه خودشون میفروشه؟ این به حکومت برمیگرده. بله. اما افغانستانی که هیچی نداره، مثال در دولت داره نه هیچی، بازم میبینی که تو این جنگا داره. اما میبینی که یک علتی که من دیدم افغان‌ها تونستن رو پای خود وایستن این است که برادرها زیاد بودن. وقتی یک برادری تو یک کاری میره، شما خودتون دیدید، یک برادری که در یک سر کار میره، برادر خودش میبره سر اون کار. یعنی کافی است که از 10 نفر یکی موفق بشه. جناب استاد در دقایق پایانی برنامه قرار داریم. فقط در 1 دقیقه چند همسری یا تعدد چه فوایدی داره اگر میشه؟ والا فوایدش که در 1 دقیقه نمیشه گفت، ولی اون چیزی چون شما تجربه دارین جناب استاد. بله فوایدش خیلی زیاده. من نمیدونم در 1 دقیقه شما از من چیز میگه بگید فواید. 2 دقیقه. اولین فواید من میگم به شما. اولین فایدهش این است که ببینید، حالا شما نگاه کنید، ما چرا واسه خودمون چرا اصلا فایده مردا رو نمیدیم؟ چرا ما خودمون رو گول میزنیم؟ یک دختر که بالاخره مردا کم شد، تو جنگ ها مردن، مردا عروسی نمیکنه، مردا مثل زنا نیست. حالا میره اینترنت نگاه میکنه، خود ارضا میکنه، عروسی نمیکنه. ولی زنا اینجوری نیستن. خب زنا زیادن، نصفش میره اروپا. در هر خونه ما میبینیم که دخترها موندن. این ظلم نیست که شما اینو نگاه نمیکنید، فقط یک زن همسر اول میبینیم، اینو نمیبینیم که این همه دختر مونده، هیچ فایده ای نداشته باشه. این که یک دختر که بمونه خدای ناخواسته شوهر پیدا نکنه، خودش هم در عذاب، فامیلش هم در عذاب، خب خجالت میکشه، میگه من کی داشتم که منو نگرفتن. دیگه نمیفهمه که دختر بیچاره، نمیفهمه که مرد کمه. خب این دختر که بزرگ شد یا این زن که بیوه شد، فایده دومش این که نمیشینه، بالاخره مثل غذا خوردن احتیاج داره. خب چرا این تو ایران نگاه کن، همشون 6 تا دوست دختر دارن، 7 تا دوست دختر دارن. چرا تعدد نیست؟ فساد تو جامعه زیاد میشه. لذا همین 2 فایده بسه که دخترها بی شوهر نمیمونن. اصلا فایده مردا رو ما کار نداریم. تشکر. فایده دخترها رو میگیم. دخترها شوهر میکنن، زنا شوهر پیدا میکنن. تشکر جناب استاد محمد باقر سجودی. از شما جهان سپاس و امتنان دارم که باز هم دعوت ما را لبیک گفتین و در برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه وقت گرانبهایتان را در اختیار ما و بیننده های عزیز و گرامی گذاشتید. تشکر استاد.
باعث خوشحالی من. سلامت باشین. جا دارد که در پایان از جناب استاد عبدالرحمن فاتح که در بخش اول برنامه با ما بودند و پیرامون بحث میراث صحبت های داشتن، از اینها هم جهان سپاس و امتنان دارم و بار دیگر از جناب استاد سجودی و از تک تک بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما همگام و همسفر بودن، از اونها هم تشکر فراوان دارم و تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما عزیزان را به پناه یکتای بی همتا می سپارم. خدا یار نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.